سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، بسیاری ها زیقی دارین، خفگی دارین که من همین را بردم شما موندین. والله که من همین انسان اگر که حج برم قطعش میرم، نه که من نمیبرم شه. کمپانی حج میبرشه. اگر که خدا موفق بگردونه برای رکلام کمپانی حج. وقتی قطعی ما ویدیو میکنیم که در ویدیوهای ما هست، اون معنی نداره که ما چی میکنیم. قطعی ما عین حال کار که است. کار رسی هر انسان برای روز روزی زندگی خودش میوه. یا که اگر گروه براش بگیریم برای زن فرزندای خودش کار کنی میوه. یعنی یک کس نمیوه کار کنه، ایتن یک از دیگه. کسی که اگر شرایط درش خوب باشه، یگان انسان دیگر یاردم میکنه به خاطر الله. هم خیلی نه؟ درست بسیار همه شما در نویسن که رپریستور را میبری رپریستور را میبری. میبینم شما را مقصد زیگ میشم، من هم زیگ میشم، ایران میشم که ولی من رفتم اموزیو یک برش مثال علامش میکنه و کدامت که من والله قسم اخرم اگر که حج برم قشمینه که من نمیبرمش والله قسم. کدامت که بردنیش باشه، کدامت که اگر اودیتور جمع کنیم. من در کانال این ویدیو که اگه نیستم که برادر در کانال ما بدونیم پادپیسات کنیم برای اودیتور برای دیگه همچون به خاطر الله معامله بگیم کارخونه تکلیف میکنین قطعی ما کار کیستای. و کدامت که اگر که حج بردنیش باشین مرحمت در لیچکش بنویسین در اینستاگرامش و همراهش علاقه بروین بگیرین ببرینش حج. کدامت که اگر خویشمند باشین من نمیبرم شون. جنجال که چه برای که میبرین. مقصد ما آدمای عادی را الحمدلله به خواست الله آدمایی که در رپوبلیکا نیستن نمیشناسن شد به خاطر الله روی کردگی هستیم. چون امسال قطیمه رو بگیم یاردم کردم بردار هم طرفه رویشون کردیم. یعنی هر کس که در ویدیو قطیمه و معنا نداره که ما اونها را حج میبریم یا که ما اگه میلیونره مثال هم را بگیم حج میبریم. خدا نگهبانتون باشه. که اگر بردنی باشین مرحمت زنگ شدنین.